دلربا صمد و قریب 8 سال است که به حفظ حقوق سربازان و دعوت شدگان مشغول است. در تجربه او بار اول بود است که مقامات از اجرا شدن نقشه دعوت به ارتش خبر نمی‌دهند. و سببش من فکر میکنم که این در حقیقت از عهده بود کردن نقشه نبرآمدن مقامات ها است. زیرا اگر بود میشد الکی اعلان میشد. تلاش های زیادی ما برای گرفتن نظر وزارت دفاع به نتیجه بود. دقیق نیست که نقشه تیر ماهی دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح چقدر اجرا شده است. یک احتمال هم وجود دارد که یک سبب اجرا نشدن نقشه افزایش دادن تعداد سربازان در ارتش تاجیکستان است که سر دولتی به حساب می رود. اجرا نشدن نقشه دعوت یک طرف، حامیان حقوق از افزایش سرباز شکار اظهار نگرانی دارند. مسئولین سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی تقریبا هر روز در این باره شکایت می‌گرفتند. همه ساله زیاده از 30% مراجعت‌های ما، یعنی اگر مسئول گذشته 70-700 گوییم، اگر 30% آن زیاده از 300 نفر وابسته به حقوق خود و ویران کردن روش دعوت، یعنی چیزی که در خلق ابلاغ میگن مراجعت کرده بودند. این سال ما خیلی مراجعت‌های زیاده از 40%، یعنی اگر ما 2000 مراجعت گرفته باشیم، اگر زیاده از 40% آن تقریبا قریب که 1000 نفر شهروندان اوید به ابلاغ و ویران کردن روش دعوت، دستگیر کرده، مجبوران روی کردن دانشجویان و دستگیری والدین مراجعت کردند. سرباز شکار یا زوراً به ارتش بردن جوانان مشکل یگانه دعوت نیست. حامیان حقوق میگویند در دعوت تیر ماهی امساله دانشجویان بسیار ضرر دیدند. افسوس که دانشجویان زیر فشار هستند. وقتی که دانشجویان آن کمبودی دارند، درس‌ها را رعایت نمی‌کنند، مثلا حاضر نمی‌شوند، یا حتی اگر یگان نزاع با رهبریت ماموریت دانشگاه داشته باشند، اگر الکی آنها تهدید از خدمت حربی فرستادن می‌کنند. این خیلی ننگاور است، زیرا که خدمت حربی عموماً ارتش نباید که همچون یک جزا استفاده کرده شود نسبت جوانان. این باید که یک وظیفه افضلیتناک دولتی، یک ابرومند باشد و جوانان فخر کرده آنجا روند. دانشگاه ها میگویند که این ادعا اساس ندارد. ماهی انور پارلمان تاجیکستان قانون نو دعوت جوانان به ارتش را قبول کرد. امید میرفت که با قبول قانون نو سرباز شکار کاهش می‌یابد، اما آمار حامیان حقوق برعکس این را نشان می‌دهد. فعالان جامعه شهروندی راهی از بین بردن ابله‌ها را چنین می‌بینند. جوانان باید درک کنند که خدمت حربی برای چی لازم است. اینجا نقشی مکتب زیاد است، نقشی دانشگاه زیاد است، نقشی جامعه زیاد است. سبب اساسی که جوانان نمیروند به خدمت حربی، سبب اساسی که والدین هم اکثریت وقت ضد هستند از خدمت حربی، این ترس است. ترس از لطوکوب شدن فرزندان، ترس از بیقانونی در داخل قسم حربی، از گرسنگی، از سردی، از آن وظیفه هایی که جوانان فرزندان آنها به گفته آنها آماده نیستند که اجرا کنند. سالانه در تاجیکستان 2 مراتب بهار و تیر ماه معرکه جلب جوانان به ارتش صورت می‌گیرد. جلب مجبوری یکی از مشکلات است که هر سال تکرار می شود و سبب سرپیچی از خدمت را هم بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان و کشتن و معیوب شدن تعدادی از نواسکران می‌دانند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.